25 اپریل در قصر ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مسئولین یک قطار ساختارهای دولتی و راهبران لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی در ساحه انرژتیک مشورت کاری دایر نمودند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که هدف کاری مشورت بررسی تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی در ساحه انرژتیک، خصوصا لایحه‌ها اوید به کم نمودن تلفات نیروی برق و برطرف کردن کمبودی‌های جای داشته در این سمت باشد. همزمان با این سرور دولت محترم امامعلی رحمان اظهار داشتند که مسئله تامین نمودن اهالی و ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی با نیروی برق از افضلیت‌های اولین درجه دولت و حکومت محسوب یافته. در این سمت حکومت کشور تدبیرهای زیادی را عملی نموده شده است. ذکر گردید که طی سالهای صاحب استقلالی حکومت کشور برای زیاد کردن اقتدار استحصال نیروی برق، مستحکم ساختن انفراساختار نظام انرژتیکی، صرفه‌جویی و استفاده ثمرناک نیروی برق 36 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی را به مبلغ 89 میلیارد سومانی عملی نمود. از جمله در سمت پس نمودن تلفات نیروی برق 3 لایحه به مبلغ عمومی 1.1 میلیارد سومانی عملی گردیده. تطبیق باز 3 لایحه دیگر به مبلغ 2.9 میلیارد سومانی ادامه دارد. سال 2024 در ساحه انرژتیک باز 11 سازشنامه نو برای تطبیق 7 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی به مبلغ 9.6 میلیارد سومانی به امضا رسید که برای نایل‌شوی به هدف‌های استراتژی رشد اقتصادی ملی مساعدت می‌نماید. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ابراز نمودند که در نتیجه عملی سازی اقدام‌های حکومت کشور دایر بر رشد ساحه انرژتیک زیاده از 2000 مگاوات اقتدارهای نو به کار انداخته، حجم استحصال نیروی برق از 17 میلیارد کیلووات ساعتی سال 1991 به 22.4 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2024 افزایش داده شد. رهبر دولت تاکید نمودند که حالا در کشور تطبیق 20 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی در سمت انرژتیک به مبلغ عمومی 1 میلیارد و 653 میلیون دلار ادامه دارد که 36% مبلغ عمومی لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی را تشکیل می‌دهد. یعنی قسم اساسی مبلغ‌های جلب شونده محض به ساحه انرژتیک روانه کرده شده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان به مسئله‌های هرچه زودتر برطرف کردن مشکلات و مسئله‌های حل طلب ساحه انرژتیک، خصوصا کاملا بهتر نمودن تأمینات نیروی برق به اهالی کشور و ساحه‌های اقتصاد ملی توجه خاصه ظاهر نمودند. در این رابطه پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان صرفه‌جویی و استفاده ثمرناک نیروی برق را همچون امری مهم و ناگزیر وظیفه گذاری نمودند. به اندیشه رهبر دولت مسئله تلفات نیروی برق و استفاده غیر قانونی آن در کشور تشویش‌آور باقی میماند. بنابراین تاکید گردید که برای جاری نمودن نظارت به حسابگیری و استفاده درست نیروی برق، اگنتی نظارت انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد و در قانونگذاری کشور برای استفاده غیر قانونی نیروی برق جوابگری جنایتی پیش بینی گردید. در مشورت کاری روند تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی در ساحه انرژتیک، وسعت بخشی جریان وسع حسابکنک‌های برقی معاصر و عملی سازی تدبیرهای دیگر پیش بینی شده در سمت پس کردن تلفات نیروی برق بررسی شد. از روی این مسئله ها معاون سروزیر کشور عثمان علی عثمانزاده، رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی سلطان رحیمزاده، رئیس شرکت سهامی خالدینگی کشاده برق تاجیک محمد عمر اساس‌زاده، دیرکتور مؤسسه دولتی مرکز اداره لایحه‌های بخش الکتروانرژتیک نصرت الله اسرارزاده، دیرکتور گروه تطبیق لایحه کم نمودن تلفات نیرو فرهاد شکرزاده و دیرکتور اوید به لایحه‌های سرمایه‌گذاری و مناسبت‌های بین المللی جمعیت دارای مسئولیت محدود اوستا گروه بیژن ازانوف گزارش دادند. برابر دولت دایر به تطبیق عملی نشاندادهای نوی قانونگذاری کشور اوید به مقرر نمودن جوابگری جنایتی برای استفاده غیر قانونی نیروی برق و نپرداختن مبلغ آن، پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان واحدزاده حبیب الله و وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رمضان رحیمزاده گزارش دادند. از جمله اطلاع داده شد که برای معین نمودن و به جوابگری جنایتی کشیدن ویران کنندگان ترتیبات نوی مقرر گردیده سنجش های دخلدار
وسیع باقی مانده شده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان از روی مسئله های بررسی شده خلاصه‌گیری نموده در نزد مسئولین وظیفه های مشخص گذاشتند. از جمله پرزیدنت کشور سپارش دادند که برای کم کردن تلفات نیروی برق و استفاده ثمرانک آن همچون مسئله محوری تأمین کننده رشد اجتماعی و اقتصادی کشور همه‌جانبه چاره‌جویی کرده شود. اینچنین با مقصد برطرف نمودن کمبودی‌های موجوده و تقویت روند تطبیق ثمرانک لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی به وزارت و اداره‌های مربوطه و راهبران لایحه‌ها بار دیگر تاکید نمودند که نظارت روند تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی را خصوصاً در سمت کم کردن تلفات نیروی برق درست به راه مانده برای سر وقت و با صفت برگزار نمودن آزمون‌های خرید و اجرای قراردادهای بسته شده تدبیرهای ضروری اندیشند. سرور دولت به مسئولین ساحه دستور دادند که با استفاده از امکانات و واسطه‌های موجوده از جمله توسط واسطه‌های اخبار عامه با جلب اهل ضیا و فعالان جامعه ماهیت مقررات قانونگذاری نو را وابسته به وزنی جوابگری جنایتی برای غیر قانونی استفاده نمودن نیروی برق به طور وسیع به هر یک عائله کشور مشخص فهمانند. طور تاکید گردید همه باید خوب دانند که من بعد برای استفاده غیر قانونی نیروی برق و نپرداختن مبلغ آن جوابگری پرزور کرده شده است. از جمله جوابگری جنایتی تا محروم نمودن از آزادی به مهلت تا 10 سال مقرر گردیده است. در فراورد مشورت کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بار دیگر راهبران و مسئولین وزارت و اداره‌ها و مرکز و گروه‌های تطبیق لایحه‌ها را وظیفه‌دار کردند که فعالیت خود را کاملا بهتر نموده برای حل سریع مشکلات و مسئله‌های موجوده ساحه منتظم چاره‌جویی نمایند.